این سیاح روس بار اول به تاجیکستان آمده است و می‌خواهد با کشور و تاریخ و فرهنگ آن شناس شود. Вот сейчас вот майские праздники, и мы решили по странам Средней Азии проехаться. ҳоло дар рӯзҳои иди май мо тасмим гирифтем ки ба кишварҳои осиёи марказӣ сафар кунем. дирӯз аз алмато омадем. ҳоло душанберо тамошо карда истодаем. таассуроти аввал хуб аст. албатта гарм аст, ҳарчанд аввали моҳи май аст. кӯчаи асосӣ хеле замонавӣ аст. мо то ҳол ба ягон ҷо набаромадаем. ҷойҳои тамошобобро надидаем. аммо дар меҳмонхона ҳама чиз хуб буд. мехоҳем аз марказ дуртар равем ва ба фарҳанги мардуми тоҷик бештар шинос шавем. бархе аз сайёҳони хориҷӣ ки тақрибан 10 рӯз пеш ба тоҷикистон омада гӯшаҳои гуногуни онро тамошо карданд. мегӯянд дар баробари дидани зебоиҳо ба мушкилиҳо рӯбарӯ шуданд. دیدن زیبایی‌های تاجیکستان برای من آمریکایی اهل کالیفرنیا خیلی شگفت انگیز بود. ما در معرض دنیای شما، کشور شما، دین شما و سیاست شما نیستیم. فقط درباره‌تان شنیدیم. راه ابریشمی ما را به اینجا کشاند. مردم اینجا ما را با مهربانی و مهمان نوازیشان که ما خود را به راحت احساس کنیم شگفت زده کردند. ولی بعضی از راه‌ها ویران و ولنگارند، تعمیر طلبند. از جمله راه ابریشم بهبودی می‌خواهد. ما در بدخشان نیز بودیم. دوام 10 روز با اینترنت مشکل داشتیم. سرعت اینترنت سست بود. These past 9 days there's no internet available, but we were in the mountains. That was a bit difficult when it came to trying to confirm. وقتی آمدنمان مشخص کردن جای زیست کمی دشوار بود. خوشبختانه به زودی حل خود را یافت. از گلهای شهر دوشنبه خیلی خوشم آمد. اما هنگام سفر به دیگر منطقه ها از چنگ و غباری که در نتیجه تعمیر راههای نزد مرزی با افغانستان بود ناراحت شدیم. این شهروند هندوستان سیاحتش را در تاجیکستان از آثارخانه ملی شروع کرده است. One thing you must always remember that all the religions of the world have started in Asia. یک چیز را شما در یاد داشته باشید که همه ادیان جهان در آسیای مرکزی پیدا شدند. از این رو فرهنگ‌های گوناگون، مناطق گوناگون، دوره‌های گوناگون تأثیر خود را رساندند. از زردشتی‌ها سر کرده تا یونانی‌ها و مسیحی‌ها و مسلمانان در این منطقه تأثیرگذار بودند. به هموطنانم توصیه می‌دهم که حتما از تاجیکستان دیدن کنند و ببینند. And people of the world have melted into one beautiful garden. در تاجیکستان سال اخیر مقامات تاجیکستان از بهتر شدن شرایط برای سیاحان و افزایش حضور آنها ستایش میکنند. ولی در گذشته شکایت‌های درباره رشوه‌ستانی و یا رفتار دغلانه مقامات ملیسا از سوی جهانگردان صدا داده است. با قول امیر سیف راهبر شرکت سیاحی امیر تور، حالا مکان‌های زیبای در تاجیکستان بین سیاحان خارجی معروفند. У нас есть некоторые проблемы, которые больше касаются. اما ما مشکلی لوجستیکی خدمت‌رسانی داریم. با پرتوهایی که بعد رفتن سیاحان در کوهسار باقی میماند مشکل داریم. چقدر که سیاحان زیاد میشوند، پرتوها بعد رفتن آنها بیشتر میمانند. نبودن حاجتخانه‌ها نیز یکی از کمبودی‌های دیگر است. سیاحان نمی‌توانند در راه‌ها حاجت خود را برآورده کنند. در خط سیرهای سیاحی حاجتخانه کم و بیش هم باشند، اما آنجا را کسی تمیز نمی‌کند. مشکل دیگر صورت پس اینترنت میباشد. باید سیاحان امکان تماس و پیوست شدن به اینترنت با صفت را داشته باشند، زیرا آنها در شرایط وضعی کوهسار قرار دارند. Нужно, чтобы у них была возможность связи с миром, так сказать. در کمیته رشد سیاحی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند موضوع را بعداً شرح خواهند داد. در تاجیکستان که 93% قلمروش کوهسار است، اکثرا جهانگردان به سیاحت طبیعت و کوهسار کشور می روند. با وجود بعض مشکل‌ها، همصحبتان ما از میان جهانگردان گفتند از سفرشان به تاجیکستان پشیمان نیستند و از طبیعت زیبا و مناسبت گرم و صمیمی مردم به وجد آمدند. طبق اطلاع رسمی سال گذشته به تاجیکستان 1,400,000 سیاح آمدند که در مقایسه با سال 2023 16% زیاد بوده است.